به این مراقبه شبانگاهی خوش اومدید. با من همراه باشید تا یک مراقبه لذت بخش شبانگاهی داشته باشیم. چشماتونو ببندید. یه نفس عمیق بکشید. دم و بازدم رو همراه من انجام بدید. بیایید با هم یک شکرگزاری شبانگاهی آرامش بخش انجام بدیم. فقط کافیه به جملاتی که من در ادامه میگم عمیقاً گوش بدید و اجازه بدید عمیقاً وارد ذهن و قلبتون بشن. اتاق خوابم مأمن آرامشه. وقتی پا به اتاق خوابم میذارم و به سوی بالینم میرم، تمام تنش ها محو میشن. بار مسئولیت از روی دوشم برداشته میشه. مثل یک پر سبک و رها خواهم بود. من در اینجا در امنیت کامل هستم. میبینم که این نور شفابخش تمام ذهن و قلبم رو درخشان و نورانی میکنه و به وجودم آرامش میبخشه.
پروردگارم، من هر لحظه در هر دم و بازدم انرژی پاک و خالص خودتو در وجودم احساس می کنم. می دونم که کنارم هستی و در هر نفس وجودمو از هر گونه آلودگی پاک می کنی و عشق، آرامش و ثروت با برکت خودتو وارد زندگیم می کنی. خدایا از تو ممنونم که آرامش قلبم هستی. میدونم وقتی تو در کنارم هستی هر دری به سمت من گشوده میشه، چون تو در رسیدن من به رویاهام از خودم هم مشتاق تری. خدای عزیزم، تنها تویی که فریادهای بی صدای درونم رو میشنوی و بلافاصله یاریم میکنی. از تو ممنونم برای تمام لحظاتی که برام خدایی کردی. خودم رو به آغوش امن و پر از مهر تو میسپارم. خدایا شکرت بابت این انرژی زیبا و آرامش بخش که درونم حس می کنم. خدایا شکرت که میتونم با آرامش بخوابم. آرامشی عمیق وجود شما رو در بر گرفته. اگر دلتون خواست میتونید به آرومی چشماتون رو باز کنید و با نگاهی نرم و دلپذیر به اطراف نگاه کنید. اگر هم این مراقبه رو قبل از خواب انجام میدید میتونید بلافاصله بعد از اتمام مراقبه به خواب عمیقی فرو برید.